استحصالات موسیقی از استودیوی فایستارز پروداکشن. زن اگر پرنده آفریده میشد حتما طاووس بود. اگر حیوان آفریده میشد حتما آهو بود. اگر حشرات آفریده میشد حتما پروانه بود. اما او انسان آفریده شد تا خواهر و مادر باشد و عشق زن چنان بزرگ است که اشرف موجودات خداست. تا حدی که یک گل او را راضی میکند و یک کلمه او را به کشتن میدهد. پس ای مرد مواظب باش. زن از سمت چپ نزدیک قلب آفریده شده است تا او را در قلبت جای دهی. شگفت‌انگیز است زن در کودکی درهای برکت را برای پدرش میکشاید. در جوانی دین شوهرش را کامل میکند و هنگامی که مادر میشود بهشت زیر پای مادران است. قدرشان را بدانید.